اهالی سیاره زمین به 8 میلیارد نفر رسید. این خوشخبر رو روز 15 نوامبر سال 2022 خدمات مطبوعات سازمان ملل متحد بر اساس آمار این سازمان نشر کرد. سازمان ملل هنوز روز 11 ایول در روز جهانی اهالی با نشر گزارش دورنمای اهالی جهان 2022 اعلام کرده بود که انسانیت در آستانه فتح قله 8 میلیارد قرار دارد و ساکن 8 میلیاردم سیاره دقیقاً روزهای 15 نوامبر سال 2022 به دنیا خواهد آمد. افزایش قابل ملاحظه شماره اهالی دنیا را به عوامل‌های چون رشد سوهای طب، پیشرفت‌های به دست آمده در مسائل بهداشتی و دسترسی به آب آشامیدنی و فراگیری امزنی از بیماری‌های مختلف ربط می‌دهند. در 200 سال آخر شماره اهالی زمین 8 مرتبه افزایش یافته است. در اول عصر 20 در سیاره همگی 1.5 میلیارد نفر زندگی می‌کرد. در ابتدای عصر 21 شماره اهالی دنیا به 6 میلیارد و در سال 2011 به 7 میلیارد نفر رسید. به انسانیت همگی 11 سال لازم شد تا شماره خود را باز به 1 میلیارد نفر دیگر افزایش دهد و قله 8 میلیارد را هم فتح کند. بر اساس حساب و کتاب سازمان ملل شماره اهالی زمین تا سال 2003 به 8.5 میلیارد، تا سال 2037 به 9 میلیارد، تا سال 2050 به 9.5 میلیارد و سال 2058 به 10 میلیارد میرسد. دو مکان اساسی زندگی آدمان خطای و هندوستان به شمار میروند. در این دو کشور قریب 3 میلیارد نفر یا 36% اهالی تمام دنیا به سر میبرند. طبق پیشبینی ها هندوستان علاقه سال 2023 از لحاظ شماره اهالی از خطای میگذرد و به کشور اعظم پر اهالی دنیا تبدیل مییابد. در مسابقه با این دو خطای 10 میلیون اهالی تاجیکستان چندان زیاد به نظر نمیرسد، ولی تاجیکستان نیز در شماره کشورهایی است که شماره اهالیشان با سرعت میافزاید. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی یعنی از سال 1991 به این طرف شماره اهالی تاجیکستان قریب 2 مرتبه افزایش یافت و سال 2022 به 10 میلیون نفر رسید.